خب در کنار کار آهنگسازی دوستان محبت داشتن، گفتم بخون. ما در واقع این حرکت رو انجام دادیم و فکر میکنم تو حد و حدودی موفق بودیم. نه بسیار عالی، فوق العاده. آلبوم جدید شیکوپیک بود دیگه، یه آلبوم. آره قبلی شیکوپیک بود ولی الان میشه ضامنم بشی. فکر میکنم تا 2 ماه دیگه شاید روانی بازار بشه ایشالله، با همون آهنگ معروف امام رضا. بله. بسیار هم عالی. کلا رضا صنعتگر کم حرفه؟ خیلی حرف زدن. کلا آرومی آخه. قربونت برم. الا قربونت. الان قراره که ما یه کسی رو دعوت کنیم اینجا، خیلی جذاب واسطه به جمع ما اضافه بشه و من خودم خیلی دوستش دارم. استرس داره، بر صورت در کنار من قرار گرفتم براش سخته. استرس های عجیب غریب. چرا نمیای؟ چرا اینقدر بیتا استرس داریم؟ اوی بیا بیا بیا. استرس تو قبلا رفتی تخلیه کردی، الان اومدی موبایلتو خاموش کن. بله خیلی خوشم. به یه دست افتخار حسن ریوندی عزیز. جانم مخلصیم. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. به شما چطور؟ یهو منو آوردی روی آنتن، واقعا فکر نمی‌کردم چه ویتامین سی بزرگی. واقعا حسن جان. بله بینندگان عزیز شبکه 3 سلام. به شما نگاه کنم دیدم چراغت روشنه. صبح همگیتون بخیر، عید همگیتونم مبارک. مخصوصا به همه باباهای گل ایرانی تبریک میگم، روز پدر و روزتون مبارک. انشالله که همیشه سالم و سرزنده باشین. علی جان خوبی؟ قربان شما. به بابای تو هم تبریک میگم. خیلی متشکرم. که هنوز بابا نشده اما ایشون باباست، من میدونم. به شما تبریک. بله دوبله میدم. آقا رضای جون گلم چقدر زیبا خون رضا. فوق العاده است. میتونم من رضای خورده بخونم؟ بله. رضا اجازه میدی من با صدای تو؟ اصلا صدات بی‌نظیره. من یه صدای خاص. اون میکروفون تو به من بده. حسشو. میکروفون که داری که. نه این کار نمیکنه. این کار نمیکنه. الان همه ما با این داریم صحبت. متوجه نیستی شما؟ آره با این صحبت. واقعا؟ یعنی الان رضا میخونی؟ الان میخوام از رضا صنعتگر براتون بخونم. چقدر زیبا رضا میخونه. یه سبک منحصر به فرد خودش. اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو. دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی. کمتر از آهو که نیستم. من همیشه به حافظه من به جون خودم. میدونی رضا علی وقتی بچه بود خیلی معلمش رو اذیت میکرد. خب یه روز معلم علی ازش پرسید که پسرم شما میدونی چرا در کره ماه کسی نمیتونه زندگی کنه؟ علی گفت اجازه آقا، به خاطر اینکه وقتی ماه هلالی و باریک میشه نصف جمعیت از اون میریزن پایین، نمیشه اونجا کسی زندگی کنه. همیشه ایده های خاص خودشو داشت. من از بچگی قادراتش. اما رضا من معتقدم خوبه که آدما رو به خاطر خودشون دوست داشته باشیم، نه به خاطر اینکه قدشون بلنده و دستشون میرسه به کابینت های بالای آشپزخونه. اینو تایید میکنی شما؟ بله. خب یعنی علی جان این میکروفون خودش نداره الان رضا. خب رضا میکروفون نداره، من بهش میدم این میکروفون. خب الان خیلی متشکرم. یعنی واقعا من نقشم تو زندگی نردبونه فقط؟ نه اختیار داریم. و منظورت هم این بود دیگه؟ یعنی امروز قراره من له کنی؟ نه میدونی که من همینجور خاک کف زمین میشم. این تیکه هایی که میگی حرفا رو نزن. میدونی رضا یه خاصیت دیگه که همش خاصیتای منو میخواد بگه حالا امروز. خیلی خوب میتونه با کودک درونش ارتباط برقرار کنه. یه حرفی چند روز پیش بهم زد، گفت که کودک درونم هفته دیگه نامزدیشه، من هنوز دارم دنبال عصر یخبندان 3 هم که پیدا کنم اونو ببینم. خیلی جالب. علی اصلا یک شخصیت منحصر. خواهش میکنم. خیلی متشکرم حسن جان، شما بی‌نظیری. حسن ریوندی میدونم که کلاس اجرا رفته و فضای اجرا رو تجربه کردید. نه من قرار یه کلاس برم، منتها ربطی به اجرا نداره. و یه خاطره براتون بگم باز از علی ضیا و امتحان رانندگی که داده بود. بله. دفعه اول قبول شدم. دفعه اول که قبول شد به چه شکلی قبول شد؟ افسر گفت که بزن دنده یک حرکت کن. علی گذاشت دنده عقب. افسری گفت چه کار میکنی؟ گفت میخوام خیز بگیرم. شما ببین اصلا همیشه من میگم یه آدم منحصر به فرد. بعد از اینکه گواهینامه گرفت علی ضیا تصادف کرد.
افسر اومد گفت که کدومتون مقصرین؟ علی گفت من که خواب بودم، از این آقا بپرس. کی میتونیم اصلا مقصر باشه؟ خب رضا جان شما بازم میخونی یا من بخونم یا علی بخونه؟ شما بخونین. رضا قراره 3-4 تا آهنگ برامون بخونه. یعنی آهنگ رضا میخونه یا حسن برامون بخونه؟ شما برامون نخوندی. چی دوست داری بخونم؟ این میکروفونو بگیر حسش با همین بخونم؟ نه با همون بخون. با این بخونم؟ با اون بخون. حسش بیشتره. با موزیک بخونم یا بی موزیک؟ یه کاری داری میگی که کلا من خودم 1000 تا خوانندم و این حرفا اختیار داری. بعد یه محسن یگانه میخونی، اونو میخوای بخونی بعدش با موزیک؟ من اصلا پا تو کفش خواننده ها نمیکنم، به خاطر اینکه خواننده ها خیلی سبک و لولشون بالاست، فرق میکنه و خواهش میکنم تا هم پاتو از زندگی من بکش بیرون. آخه پات بو میده علی. من یه چیزی میخوام بگم اینجا اینه که براتون بخونم از زنده یاد مرحوم ناصر عبداللهی. خوبه؟ بله.